تو اسمت پوریاست، تو ایران تو قزوین به دنیا اومدی، بابات راننده کامیونه، مامانت هم خانه داره، تصمیم میگیری پولدار شی، موو اولت چیه؟ سلام و برعکس یوتیوب و سوال اقتصادی اومدیم با یه اپیزود دیگه از رو به رشد با یه تاپیک خیلی خیلی جنجالی. تاپیک امروز اینه که آقا کجای دنیا بهتر برای پول در آوردن؟ ایران، اروپا، آمریکا؟ چون هر جای قوانین متفاوتی داره و خیلیا مثلا توی کانادا میرن جای دیگه میگن نه اونجا بهتره پول در بیاری، مثلا تو ایران هم میگن بابا ایران بهترین جای واسه پول در آوردن به خاطر قضیه مالیات و خلاصه هر کسی از یه جای یه حرفی میزنه و من دوست دارم اینو باز بکنیم حالا به صورت تا جایی که میتونیم در عرض مثلا 20 دقیقه دربارش صحبت بکنیم ببینیم نتیجه‌ای که میگیریم چیه. به نظر تو کانادا جای خوبیه برای پول در آوردن؟ کانادا به نظر من خیلی جای سختی واسه پول در آوردن. یعنی من هر وقت آدمی میبینم پولدار شده توی کانادا بهش بیشتر افتخار میکنم تا یه آدمی که توی آمریکا پولدار شده. نظر شخصیمه. توی آمریکا کشوریه که سرمایه‌داریه و تو اگه بخوای از نظر سرمایه‌داری پول در بیاری ساپورتت میکنه. کانادا برعکس سوشالیسته و میگه که آقا من نمیخوام هیچکی پولدار شه، من میخوام همه خوب باشن. مثلا تو هر چی بخوای بیشتر پولدار شی بیشتر میاد جلوت وای میسته، قانونا سخت‌تر میشه، تو گنده میشی میاد بالا سرت. واسه همین به نظر من کشوری که سوشالیسته خب توش سخت‌تر پولدار شدن، کشوری که توش سرمایه‌داریه راحت‌تره. ایران هم تکنیکلی سرمایه‌داریه به علاوه اینکه قانونش 0 و 1. حالا اگر تو آشنا داری میتونی 1 بزنی دیگه دنیا واسه اصلا بازه. اگر تو 0 آشنا نداری خب برای 2 برابر سخت‌تر میشه، چون هر جا که می‌بینی میخوان چوب بزنن تو چرخت، ازت پول میخوان، رشوه میخوان، عیدی ما چی میشه، آقا بچه‌م داره میره مدرسه، زنم حامله است، دیگه همه دیدیم. بس به نظر من اگه میخواستم این سه تا کشوری که مثلا زدی مقایسه بکنم، خب آمریکا میشه اول، کانادا میشه دوم، ایران میشه سوم. مقایسه هم که بخوای بکنی گنده نگاه کنی، بیشترین بیلیونر توی آمریکا وجود داره، بعدش کانادا، بعدش ایران. تو فکر می‌کنی ایران کمتر بیلیونر داره تا کانادا؟ من فکر می‌کنم ایران بیشتر بیلیونر داره تا کانادا. شاید تو داری کسایی که تو دولت کار میکنن و دستشون مثلا تو جیب دولت رو تو به عنوان بیلیونر حساب میکنی. من اونا رو بیلیونر حساب نمیکنم، من اونا رو دزد معروف حساب میکنم و دزدیو تو چیزام نمیارم تو بازی. نه ولی بیزنسمنای خیلی قوی تو ایران داریم که بابا ایران قدمتش خیلی بیشتر از کانادا، واسه همین پول واقعی توی ایران بیشتره تا کانادا. من اینطوری فکر می‌کنم، یعنی تجربه‌ای که دیدم اینه که خب توی کانادا همینطوری که میدونی بیشتر همه چی وامه. طرف مثلا اومده چقدر 100 میلیون دلار اسست داره ولی مثلا 30 میلیون دلار پول نقد. توی ایران یه خونه مثلا طرف میفروشه 40 میلیون دلار خونهشه. دقیقاً یه ماشین میفروشه. واسه همین پول خیلی تو ایران بیشتره تا توی کانادا و پولدار هم خیلی بیشتر توی ایران هستش. خیلی واسه من عجیبه که ایران رو کش میچرخه. و همین دیگه می‌خواستم این اتفاقا بگم، می‌خواستم اینو اصلا دلیل اینکه اینو گفتم این بود. خب تو اول رفتی آمریکا، کانادا، ایران، درسته؟ ببین به نظر من خداییش راستش رو بخوای، حالا ما اومدیم کانادا و همه فکر می‌کنن که مثلا ما باید بشینیم بگیم کانادا خیلی مثلا واسه پول در آوردن بهتره. به نظر من کانادا شانس پولدار شدن بیشتر داره. خب یعنی اگر که 2 تا جوون رو بذاری، یکیشونو تو ایران یکیشونو بذاری توی کانادا یا آمریکا و همشون توی سطح باشن، هیچ ساپورتی نداشته باشن، مطمئنم اونی که توی ایران، توی کانادا و آمریکا خیلی سریعتر امکان داره پولدار بشه که تا اونی که توی ایرانه. خب بخاطر توی ایران همونطور که گفتی روابط خیلی مهمه، سرمایه ها خیلی گنده تره، خب و خیلی شانس پولدار شدنش کمتره. ولی اگر توی ایران یه مسیری پیدا بکنه، یه پروداکتی پیدا بکنه، یه بیزنسی پیدا بکنه، توی ایران میتونه چندین برابر آمریکا و کانادا پولدار بشه. چرا اینطوریه؟ الان تو ونکوور رو نگاه کن، مثلا کانادا رو نگاه کن. کانادا جمعیتش چقدره؟ 40 میلیون شده دیگه الان تقریبا. خب توی ونکوور 1 میلیون نفر جمعیت ونکوور. خب تهران 16 17 میلیون، تا از این موقع میگن تا 20 میلیون هم میرسه. تو هر پروداکتی رو که بخوای توی ایران درصد سود تو اگه فکر بکنی مثلا 50% درصد سودت باشه، چند برابر 20 برابر بیشتر میتونی توی ایران بفروشی تا توی کانادا بفروشی. واسه همین 20 برابر زودتر میتونی اگه 2 تا بیزنس عین همو
تو اونجا ثبت بکنی پول در بیاری تا توی ایران. پولی که میاد دستت هم خیلی بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه توی ایران دوباره یه نفر با همین منطق نمیشه گفت بس آمریکا بهتره، چون آمریکا اون وقت مثلا تو کالیفرنیا 48 میلیون نفرن. خب توی آمریکا دقیقاً توی آمریکا از ایران باز شاید یه ذره بهتر باشه از لحاظ جمعیتی، ولی خب ببین به خاطر اینکه آمریکا و کانادا روی بدهی ساخته شدن فرق میکنه باز با ایران. یعنی حتی اگه آمریکا جمعیتش حالا یه شهری مثلا الی خب خیلی بیشتر باشه جمعیتش، دلیل نمیشه که تو پول بیشتری هم در میاری، بخاطر این خیلی روی بدهی ساخته شده. البته خب مردمی که میاد خرید میکنن با بدهی میره روی خودشون، از تو میان به صورت نقد خرید میکنن. ولی من بازم فکر میکنم توی ایران اگر تو یه پروداکتی رو پیدا بکنی، به خاطر اینکه اصل کل حرف ما چی بود که کجا میتونی بیشتر پول در بیاری، سریعتر پولدار بشی. خب توی ایران سیستم مالیاتی خیلی کمتری داری تا توی آمریکا. خب یعنی تو حتی ببین تو توی آمریکا تقریبا مالیات درآمدت اگه شرکتی نباشه 50%. خب وقتی که شرکتی میشه آمریکا رو نمیدونم چقدره، ولی توی کانادا زیر $500,000 13% درآمد شرکت رو باید بدی، بالای $500,000 26% درآمد شرکت رو باید بدی به دولت. خب این یعنی انگار تو 1/4 درآمد شرکتت داری میدی میره. سود یا درآمد؟ سود تو باید بدی، از نتت نگاه میکنن دیگه. یعنی تو مثلا اگه $1,000,000 فروش داری، خب میان نگاه میکنن هزینه در استفت چقدره، هزینه ماشینات چقدره، غذا چقدره، نمیدونم پول برق و آفیس و اینا چقدره، از این $500,000 تا برات مونده، $510,000 برات مونده. اون $510,000 که برات مونده 26%شو دولت میگیره ازت. متوجهی؟ ولی خب توی ایران خیلی راههای متفاوتی هستش که تو کمتر مالیات پرداخت بکنی، چون مالیات هم گذاشتن دیگه، اون تو نیستش که مالیات نباشه. خیلی راههای بیشتری هستش که مالیات کمتری پرداخت بکنی، خیلی راههای بیشتری هستش که فروش بیشتری داشته باشی. و من فکر میکنم واقعیش اگه بخوایم انصافانه فکر بکنیم توی ایران پول بیشتر میتونی در بیاری. یعنی من آدمایی که میبینم خب میان کانادا مثلا برای زندگی، تو چقدر میبینی مثلا یه کانادایی بیاد مثلا یا بگه آقا من میخوام خونه بخرم 10 میلیون، واقعا خیلی کمتر میبینی تا یه ایرانی که اصلا تازه از ایران اومده. راست میگی. ببین تا یه ایرانی که تازه از ایران اومده، به خاطر اینکه و اونم نمیگم حالا دولتیه یا هر چیزی، ها واقعا خب آدمای خیلی قوی بیزنس‌های 100 ساله 150 ساله رو می‌بینی دیگه. همین تو یه دونه ویدیو خود گفتی آقای خسروشاهی مثلا یه سری آدمای اینطوری مثال زدی. خب بیزنس‌های بعد بیزنس‌های خیلی قدیمی هم تو ایران هست. مثلا یه مثالی که داشتم اون روز برای که دوستای کانادایی می‌زدم، گفتم ببین توی ایران یه جایی هست بهش میگن بازار، تو این بازار یه مغازه 6 متری می‌بینی گذاشتن برای فروش. اینا صف کن دوربینم خاموش. آره خلاصه اگه واقعیتش رو بخوای ببینی احساس میکنم که ایران واقعا واسه پولدار شدن خیلی سریعتر میتونی پول در بیاری. چون این داشتم گفتم برای که دوستای کانادا میشن یه مثال میزدن، بود گفتم ببین یه جایی توی ایران هستش، تو تهران هستش، میگم بازار. خب توی این بازار مغازه‌های مثلا 6 متری 10 متری هم مغازه‌ها خیلی کوچولو ان دیگه. و یا مثلا مغازه 5 میلیون دلاره، مثلا فکر می‌کنیم مثلا تو ایران مثلا عدداشون خیلی عجیب غریبه دیگه. گفت اگه میشه از همچین چیزی، بهش گفتم آره. بعد گفت آخه چجوری مثلا ایرانی‌ها میان اینجا خرید میکنن انقدر پول دارن همشون؟ چون الان که مثلا با هم صحبت میکنه، بعضی موقع صحبت میکنه، میگم آره مثلا ایران پولش اینجوری شده، مثلا مردمش زیر فشارن. بعد میگه بابا ما این همه ایرانی پولدار میبینیم اینجا، میگم اونا فرق میکنه. اگر که از نسل به نسل اومده باشه الان خیلی پولدارن، ولی نسل جدیدی که داره به وجود میاد خیلی زیر فشارن به خاطر این تفاوت دلاری که به وجود، ارزش پولی که به وجود اومده. و خلاصه مثال مغازه بازار رو واسه زدم و گفتش که آها، پس گفتم که آره اونا مثلا طرف میاد نصف مغازه‌شو میفروشه، میاد اینجا تو بهترین جا اینجا یه خونه میخره نقد. بعد تویی که مثلا 20 سال اینجا داری کار میکنی مالیات میدی، نمیتونی همچین چیزی داشته باشی. چقدر جالب راست. بعد میاد بعد میاد طرف رو نگاه میکنه، مثلا اون طرفی که باهاش صحبت میکنه اومده اون خونه رو گرفته، خب میدونی دیگه مثلا طرف هیچی نمیدونه اصلا، نه سفر رفته قبلا تو زندگیش، نه مثلا بالا پایین دنیا رو دیده، نه مثلا چه میدونم چیزایی که این تو زندگیش تجربه کرده مثلا نمیدونه اصلا وجود داره توی دنیا. بعد نگاه میکنی این همه پول داره، بعد این چیه داستانش؟ میگه با مثلا توی ایران انقدر قیمت ملک و اینا بالا میره که این طرف مثلا اینجا رو خریده $1,000 الان شده یا 5 میلیون دلار. بعد مثلا 40 سال پیش خریده اونجا رو. خلاصه من فکر میکنم که از لحاظ
پولدار شدنه. یعنی من خودم اگه واقعا شانس اینو داشتم که میتونستم توی ایران کار بکنم و پول در بیارم، 100% یک مقدار زیادی از کارمو توی ایران انجام میدم. خب البته هیچ مسئله ندارم. من دو تا چیز، من خودم که مثلا تو دنیای جوهر بودم و داشتم پول در می‌آوردم، خیلی‌ها به من اومدن گفتن که وقتی میرفتم مثلا ایران که آقا بیا اینجا این کارو بکن، بفرست اینجا ما برات میفروشیم فلان مثلا. من هیچ وقت نخواستم با ایران کار کنم. همیشه میگفتم من با ایران کار نمی‌کنم، چون ایران بی‌قانونیش یه روزی دهنتو سرویس میکنه، اگه بی‌قانونی سرویس نکنه دلار یه روز دهنتو سرویس میکنه و جفتش می‌بینی داره اتفاق میفته. روی این حساب من هیچ وقت نکردم، ولی خب این نفر که توشه دیگه آپشن نداره، اونو میفهمم. حالا من میخوام اینو بگم که من تو اسد پوریاس تو ایران تو قزوین به دنیا اومدی، بابات راننده کامیونه، مامانت هم خانه داره، تصمیم میگیری پولدار شی، موو اولت چیه؟ میگی من میرم میخوام 10 تا مثل سگ تو خیابون میخوام، ولی کجا میری؟ چیکار میخوای بکنی؟ شروع چیکار میکنید؟ چون من اینجا هیچی ندارم بگم. بالاخره اگه هیچی نداشته باشم و بخوام شروع بکنم از یه جایی، باید اولش به فکر این باشم که درآمدی برای خودم به وجود بیارم که نمیرم، که میشه کار کردن یه جایی. توی کار کردن من فقط همین زندگی که داری میگی رو توی ایران و قزوین و اینا هیچ، من این زندگی رو تو کانادا تجربه کردم. یعنی همین زندگی به صفر برسه هیچ فرق نمیکنه. وقتی به صفر میرسی فرق نمیکنه کجای دنیایی، واقعا به صفر من فکر می‌کنم فرق میکنه. من فکر می‌کنم تو صفر تو کانادا خیلی راحت جواب میده تا صفر تو ایران، مخصوصا که همه چی کشه. همین رو میخواستم بگم، تو اگه مایندست درست باشه هیچ فرق نمیکنه که کجا باشه، از توی دو تا جا میتونی رشد بکنی. توی کانادا فقط شانس رشد کردنت بیشتره، سریعتره، ولی توی ایران اگر توی مسیر درستی بیافتی، پروداکت درستی انتخاب بکنی، مهارت درستی یاد بگیری، خیلی میتونی پولدارتر بشی تا توی کانادا. میدونی؟ ولی باید اون ذکاوتشو داشته باشی. مثلا همین آقای عظیمزاده رو من نمیبینی؟ فرش عظیمزاده تبریز از صفر شروع کرده، الان بزرگترین تاجر فرش دنیا، درسته؟ مثالهای خیلی خیلی زیادی رو میبینی توی ایران که از صفر شروع کردن و خیلی آدم هم میشناسم از صفر شروع کردن و خیلی پولدارتر شدن از آدمایی که اینجا از صفر شروع کردن. خب ولی آره، اگه حالا یه سری ویدیو ساختم و گفتم که اگه هیچی پول نداری میخوای دنبال ساختن یه سری بیزنس باشی از صفر، چه چیزای خوبه، اینا رو یه سری ویدیو گذاشتم توی چنلم گذاشتم، میتونن برن ببینن چجوری از صفر به 100,000 تا برسیم، چجوری بیزنس‌های اولمون شروع بکنیم. چند تا بیزنس معرفی کردم که اصلا هیچ سرمایه‌گذاری خاصی نمیخواد. آره اینو میذارم. و هیچ کار دیگه باحالی هم که کردم خواستم به بچه‌ها بگم اینه که ما توی گروه تلگراممون هر ماه یه قرعه کشی $500 گذاشتیم. دلیل اینکه این قرعه کشی گذاشتم نیستش که بخوام همینجوری پول بدم به این اون، واسه اینه که میخوام کسایی واقعا این جایزه رو ببرن که از اون بتونن استفاده بکنن، که اون چیزی که تو ذهنشونه رو یهو جرقه به راه بندازن، استارتشو بزنن. میدونی بعضی موقعا مثلا مشاوره است، بعضی موقعا اونه که طرف میاد میگه آقا مثلا من دارم یه کاری انجام میدم، 20 میلیون کم دارم، 30 میلیون کم دارم، 40 میلیون کم دارم. خب و اگر واقعا قسمتش باشه بهش میرسه. حالا خواستم اینو بگم که تو تلگراممون، گروه تلگراممون که لینکشو میذارم پایین، بیاین حتما عضو بشین، ماهیانه یه دونه $500 داریم میدیم. خلاص می‌خواستم این صحبت با هم دیگه داشته باشیم که ببینیم کجای دنیا برای پولدار شدن بهتره. خیلیایی که از کشور خارج میشن در تو به ایران بد میگن نه ایران نمیشه و اینا الو بل و اینا، ولی واقعیتش من فکر میکنم توی ایران پول خیلی سنگین تری میتونی به دست بیاری از راه درست و از راه اشتباهش. اینا رو من کاری ندارم، خب از راه درستش رو میخوام بگم. چون توی سیستم کانادا و آمریکا هم مالیات خیلی زیادی باید پرداخت بکنی، هم لایبیلیتی خیلی زیادی داری. یعنی اگه یه نفر بیاد مثلا توی بیزنس یه اتفاقی براش بیفته یا کل پولت از دست میدی، هم لایبیلیتی خیلی زیادی داری. یعنی که اگه یه نفر بیاد توی بیزنس یه اتفاقی براش بیفته جریمه میشی و میتونی کل سرمایه‌ت رو یهو توی یه دونه واقعا اتفاق از دست بدی. حالا فقط برای بچه ایران خیلی آمار ندارم ببخشید، یه یارو خونه نشسته بوده، یه نفر براش تبلیغ پیتزا میفرسته، پستچی داشته میومده تو خونه دم این که اینو تبلیغ بندازه، زمین یخ زده بوده، سر میخوره زمین پاش میشکنه، پستچی صاحب خونه رو سور میکنه، مثلا $700,000 میگیره که پاش شکسته تو خونه یارو. یعنی اصلا میگه نه من پیتزا خواستم، یکی دیگه تبلیغ کرده. حالا توی بیزنست اتفاق بیفته بیشتر هم میگیره، چون هم بیزنس تو میگیره هم شخصی تو میگیره. یعنی لایبیلیتی های خیلی زیادی وجود داره. ولی از اون مثلا دولت میاد بهت وام میده، مثلا میخوای کاری راه بندازی یه وامی بهت میده. مثلا من یه بیزنس جدیدی رو دارم باز میکنم، هفته پیش رفتم بانک، تا حساب بانکی رو باز کردم بهم $50,000 یه دونه لاین اف کردیت پری اپروو داد. گفت این $50,000 میخوای؟ گفتم باشه. میدونی مثلا توی ایران بخوای $50,000 بری بگیری از بانک بخوای کاری راه بندازی
باید بری کلی بدوی. ولی مثلا اینجا من نمیخواستم، فقط حساب بانکی باز کردم، ازم اطلاعاتمو گرفت، $50,000 خودش یهو تو اون شرکت بهم داد. خلاصه همین می‌خواستم این ویدیو رو با هم بگیریم، نمیخوام خیلی طولانیش کنم. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. بازم دمتون گرم، مرسی از سوال که یه اپیزود دیگه واسه روبروش با من گرفت. تا اپیزود بعدی فعلا بای.